حالتون چطوره؟ اومدیم با ویدیو دیگه از بازی دریم لیگ یا DLS خدمت شما. آموزش بسیار خفن از این بازی، شاید هیچ جا گیرتون نیاد. آموزش اصول اصلی جمع کردن کوین و جم، یا به زبان ساده تر سکه و الماس در بازی DLS. دوستان میخوام اولش بهتون کوین جمع کردن و آموزش بدم، بعدش بریم سراغ الماس جمع کردن که فکر کنم هر دوتاشون هم یک روش. دوستان ما برای اینکه بتونیم کوین جمع کنیم یا الماس جمع کنیم نیاز اصلی و مبهمی داریم به ورزشگاه بزرگ، یعنی 85,000 نفره 90,000 نفره. اینا اگه نداشته باشیم نمیتونیم یعنی آنچنان کوینی رو و الماسی رو به دست بریم. حالا میشه ولی کمتر. دوستان برای اینکه ما بتونیم راحت‌تر و سریع‌تر کوین به دست بیاریم، ما بازی‌های، حالا من لژندری DLS هم، شما شاید نمیدونم جای دیگه باشین، شما فقط لیگ خودتون رو بازی کنید. فقط لیگ خودتون رو بازی کنید، یعنی لیگ های قهرمانان مثلا یه لیگ دیگر رو، جام حذفی و اینا رو بازی نکنید. فقط همون لیگی که توش جدول هست رو بازی کنید. بازی هایی رو بازی کنید که در خونه‌تون هست. از کجا ما بفهمیم بازی در خونه‌مونه؟ خب دوستان این روش بسیار آسونه. شما وقتی دیدین سمت چپ تیمتون حضور داره یعنی میزبانه، یعنی سمت راست حضور دارم که مهمانه. دوستان خب کاری نداره، میایم الان مثلا ما بازی داریم با بیلبائو، من بازی رو بازی نمی کنم، میزنم بازی سوم تو ورزشگاه خودم میرم بازی میکنم که پول ورزشگاه هم بهم واریز بشه. خب دومین روش که روش بسیار از نظر خودم بهتریه، ما میریم هر بازی که ارز کنم در خونتون بازی میکنین رو میگیرین، یک فیلتر شکن میزنید که با DLS بخونه. آقا اون فیلتر شکن رو زدید، این بالای صفحه، حالا من آفلاینم، سمت چپ کنار تنظیمات یک چیزی میاره که میزنه فری ویدیو است. ما اون رو نگاه میکنیم، بهمون خیلی کم 50 تا کوین میده، ولی روش دوم بسیار روش بهتریه. ما وقتی رفتیم بازیمون رو به پایان رسوندیم، سمت چپش یه علامت ویدیو میایه، ما اونو میزنیم و میریم داخل ویدیو کنن 1 دقیقه شاید باشه. اونو که نگاه کردیم اندازه همون قدر که کوین داخل بازی که کردیم به دست آوردیم رو به دست میاریم. خب دوستان بریم روش الماس جمع کردن یا همون جمع کردن رو بهتون آموزش بدم. خب دوستان برای اینکه ما بتونیم روش جمع کردن رو یاد بگیریم کاری نداره، همونه یه جورایی، فقط یه ذره من میخوام بهتون آموزش بدم. دوستان ببینید، عرض کنم ورزشگاه مهمترین اصله برای کوین جمع کردن و الماس جمع کردن. دوستان شما لیگتون رو اگه ورزشگاهتون رو ارتقا دادین ببرین میبره بالاتر. آقا من فقط لیگ بازی میکنم، یعنی نه حذفی نه لیگ قهرمانان نه چیزی، چون اینا اصلا برام مهم نیست. آقا شما جمع کنین کوین ورزشگاه بخرید، نونتون تو روغنه. آقا من همین کارو کردم و الان حدودا خیلی راحت با یک دست بازی میرم و هم کوین زیاد به دست میارم، هم حدودا 7 بازی انجام. آقا اصلا ول کن اینا رو، من به چی دارم میگم. آقا شما میرین وقتی بازی میکنین یک بازی که داخل خونتون هست و بازی میکنید. خب دوستان 15 تا بازی هسته، 7 تاش داخل خونتونه، 8 تاش داخل خونه حریفه، یعنی شما میمانید، شما 8 تا رو رد میکنید، 7 تا بازی میکنید، رتبتون یا میشه 7م 8م یا 4م. دوستان بالاتر از 4م فکر نکنم بشه دیگه. اگه بخواید خودتون رتبتون رو ببرین بالاتر، اگه من اون دیگه بستگی به حوصله‌تون داره. من روش سریع‌تر جمع کردن رو دارم بهتون آموزش میدم. خب
خب دوستان گفتم میایین این کار رو انجام میدید. فقط هم تو لیگ توی بازی های دیگه نمیتونید اصلا بازی رو رد کنید حذف میشید. این روش رو دریم لیگ اضافه کرده تا پلیر رو خیلی راحت بتونن جمع کنن. جمع عرض کردم شما با این روش راحت جمع کنید. فقط هم لیگ بازی کنید. به نظر من بازی های تو خونه حریف رو رد کنید، بازی های تو خونه خودتون رو بازی کنید. هم میتونید جمع به دست بیارید، هم حدودا آخر لیگ هم که میشه به بعد 4 تا یا 5 تا میده. البته من ورزشگاه معتقدم و لیگم رو آوردم بالاتر و اگه شما لیگتون پایینه دیگه بستگی داره دیگه. خب عرض کردم خدمتتون این بود روش اصلی کوین جمع کردن و همینطور جمع کردن یا همون الماس و سکه جمع کردن. دوستان اگه این ویدیو خوشتون اومد ویدیو ما رو لایک کنید تا این ویدیو بیشتر به دست افراد برسه و همینطور کار ما رو دنبال کنید تا ویدیو دیگر. خدا نگهدار. نوکر همتونم هستم.